دوستای عزیزم سلام و درود. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به خوشمزه پس‌های آشپزخونه ساجده خیلی خوش اومدید. مفیدتر از آش شلغم برای زمستون و سرماخوردگی پیدا نمی‌کنی. پس همراه من باش تا با همدیگه بپزیمش. مواد لازم نیاز داریم به نصف پیمانه عدس و نصف پیمانه ماش. عدس و ماش رو از چند ساعت قبل بشورید، درون آب بگذارید خیس بخوره تا هم نفخش گرفته بشه و زمان پختش کوتاه‌تر بشه. حبوبات رو که میگذارید خیس بخوره چند بار در مابین آبش رو عوض کنید تا نفخ حبوبات کاملا گرفته بشه. نصف پیمانه بلغور گندم رو به همراه نصف پیمانه برنج از 2 تا 3 ساعت قبل بشورید، بگذارید با آب خیس بخوره. درون قابلمه 2 تا 3 قاشق غذاخوری روغن بریزید. روغن که مقداری داغ شد، پیاز خرد شده رو به روغن اضافه کنید. پیاز رو مقداری تفت بدید تا نرم و سبک بشه. پیاز که مقداری نرم و سبک شد، 4 حب سیر خرد شده رو به پیاز اضافه کنید. در حد 1 دقیقه تفتش بدید. 1 قاشق چایخوری زردچوبه رو به همراه نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه به پیاز اضافه کنید. مقداری تفت بدید تا بوی خامی ادویه گرفته بشه. تمام حبوباتی رو که گذاشته بودیم خیس خورده بود، آبش رو دور میریزیم. حالا به پیاز داغ اضافه میکنیم. تمام مواد رو در حد 1-2 دقیقه تفتش میدیم. به اندازه کافی درون قابلمه آب میریزیم. سر قابلمه رو میگذاریم با حرارت ملایم تا حبوبات خوب پخته بشه. حالا 400 گرم شلغم رو خوردش میکنیم. طعم و مزه این آش به قدری خوشمزه است که اگه عاشق شلغم هم نباشی طرفدار شلغم میشی. حتما بهت پیشنهاد میکنم یک بار این آش خوشمزه رو امتحانش کنین که فوق‌العاده بی‌نظیره. برای پخت این آش نیاز داریم به 500 گرم سبزی آش تمیز شده. سبزی آش شامل تره، گیشنیز، جعفری، اسفناج و شیویت هستش. برای پخت این آش نیاز نیست که سبزی رو خیلی ریز خوردش کنید. در همین اندازه خوردش کنید کافیه. بعد از اینکه حبوبات خوب پخته شد، شلغم و سبزی رو هم اضافه می‌کنیم. نمک آش رو هم اضافه می‌کنیم. حالا سر قابلمه رو می‌گذاریم به مدت 40 دقیقه دیگه سبزی و شلغم خوب پخته بشه. در 10 دقیقه پایانی پخت 2 قاشق غذاخوری نعنا داغ رو هم به آش اضافه می‌کنیم که عطر طعم این آش رو فوق‌العاده بی‌نظیر می‌کنه. بعد از اینکه آش آماده شد 10 تا 15 دقیقه زمان بدید تا آش با حرارت خاموش بمونه و جا افتاده تر بشه. این آش خوشمزه رو به دلخواه میتونید با کشک یا ماست نوشجان کنید که فوق‌العاده طعمش بی‌نظیرتر میشه. دوستای عزیزم، اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایکش کنید و اگه تا الان عضو کانالم نشدید کانالم رو هم دنبال کنید. زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم از آپلود ویدیو جدید مطلع بشید.